بچه‌ها. چاو. چطورید؟ چه خبره؟ ردیفید؟ ما اومدیم امروز با یه ویدیوی خفن خاطرات شما تو لایو ازتون درخواست کردم که خاطرات واسمون بفرستین. دمتونم گرم، زحمت کشیدید، فرستادید و اگر دوست داشتید حالا پارت های بعدش رو هم دوباره درست میکنیم. و اینکه حسین تو مدرسه رو دوست داشتی یا نداشتی؟ من اون موقع دوست نداشتم ولی الان از اون کاش برمیگشتم مدرسه. ولی من اون موقع عاشق مدرسه بودم، الانم دوست دارم که برم و مثلا همش دوست دارم باز برم دانشگاه ثبت نام کنم. خیلی حال میده تو جمع هم کلاسی و اینا بودن. و اینکه ببین من میرفتم تو مدرسه همه چی یادم میرفت. و شما مثلا تو کامنت ها بنویسید که مدرسه رو دوست دارید یا ندارید. آره دقیقاً مثل منید که مدرسه بیزارید یا مثل خانم که عاشق مدرسه. خدای مدرسه حال میده. بابا تمام دوستات تو اونایی هستی که با تا 28 اسفند مدرسه میرفتی دیگه؟ نه من این بچه پایا بودم که درس خون بودم خب ولی با بچه تنبلا بود. این همه پارادوکس رو کجای خودت جا کردی؟ من به خدا درس خون بودم ولی آخه درس خونم نبودم که نمرات هم خوب میشد. ولی با بچه تنبلا اوکی بودم. الان اگه بدونی مدرسه پنجشنبه ها تعطیله خب دیگه بچه‌ها از شنبه تا چهارشنبه میرن مدرسه. ولی من خودم تو دوره خودمون هیچ پنجشنبه رو مدرسه نمیرفتم. چجوری؟ ما رو با زور می‌فرستادن. ما 10 سال جلوتر بودیم دیگه. خب بچه‌ها بریم سر اصل. جام زهر منو بیار. بچه‌ها قرار بوده نمیدونم داستان این جام زهر چیه. ترین داستاندارترین به مریض ترین خاطره میخوای اینو بری بالا. واسه مریض ترین خاطره میخوای اینو بری بالا. دقیقاً. بعد اینو بخوری بعدش میمیری؟ نمیدونم. خب داستان یک. عقده خب میذاری من بخونم. خب من میخونم. یه روز امتحان اقتصاد داشتیم. یکی از بچه‌های کلاسمون خیلی چلوس و باقالیه. چلوس یعنی چی؟ چلوس و باقالیه. چاپلوس هم نمیشه. یعنی هیچی حالیش نیست. آن خودش گفته. یعنی هیچی حالیش نیست. اوکی از این به بعد به کسی که هیچی حالیش نیست باید بگیم چلوس. خب چلوس باقالی برای اینکه امتحان نده رفته بود کل 7 ساعت و نیم توی دستشویی مونده بود. نمیدونم دختره یا پسر ولی چلوس باقالی تو یعنی خفه نشدی یا بو گند دستشویی مدرسه؟ آخه من موندم یعنی خود اون توالتا باید تو رو پس میزدن بعد 5 ساعت. آخه اینقدر امتحان فقط این ببین اینا مهم نیست. اینجور آدما رو باید مکان نبری. اینو بردی تو بردی اومدنش با حضرت غیبه دیگه نمیاد این بیرون نمیاد. خدایی اینو قبول داری که دستشویی مدرسه از دستشویی توراهی بد بوتره دیگه؟ البته شاید الان عوض شده باشه ولی نشد بابا نشد. آقا اینم بگید تو دوره ما مدرسه توالتاش داغون الان اوکی شده یا نشده؟ دقیقاً بگید. اینم بنویسید. نکنم چیزی تغییر کرده باشه. الان فقط داره اینطوری با لول تر شدن بچه‌ها. ما دوره ما بچه‌ها با کلاس خودشون با لول شدن. زیر ساخت ها همونه و رو پایین‌تر. خب بچه‌ها کثیف نمی‌کنن. بچه‌های ما چیز میگردن آب نمی‌بینن. آخه من معذرت می‌خوام اون ریدمانی که ما کردیم و یعنی اینا شستن رفته اون پاک نمیشه که اون موقع چرک مونده رسیده به اینا. من آفتابه رو مینداختم تو چیز بعدی بازم دیدید عقده خودش یه بچه‌ها نوشته که یه رو من دوستم شرطی بازی کردیم. من شرطو باختم و دوستم گفت من پول نمیخوام اما باید هر کاری من گفتم و انجام بدی. موندش 3 هفته گذشت. ما قرار شد طرف مدرسه بریم نماز جمعه. تکبیر از طرف مدرسه نماز جمعه هم میرید باریکلا. دوستم بهم گفت تو کفش امام جمعه مایه دستشویی برید. من رفتم مایه رو بیارم یه کمش ریختش رو زمین. نماز تموم شد امام جمعه اومد که بیاد بیرون. دقیقا همون جایی که نباید میرفت رفت. سر خورد با سر اومد زمین. دوستم هم به مدیر مدرسه گفتش و من 3 هفته از مدرسه اخراج شدم. داشت تو همین که اعدامش نکردم شک کن. من الان این آیدیو دیدم و من ایشونو میشناسم. نمیخوام اسم ببرم اما ایشون باباش مدیر مدرسه هست. واسم نوشته بود بچه مدیر مدرسه یه همچین کاری کرده. ببین بچه مدیر مدرسه بودی که اخراجش نکردن و ما باشیم اخراجمون میکنن. ما چوب تو آسیب میگم باید دور حیاط اینطوری میدونیم. بعدی بچه‌ها رو صندلی معلم
شیره ریختن، نشست، موقع بلند شدن صندلی هم بلند کرد. نه این فکر کنم منظورش چسبه، یه همین چیزی. بگم بچه عجیه باباش این مردوش منو زنی من چقدر داغونه. خودشو گم کرد با صندلی خورد زمین. مردم آزاریه دیگه. خب از این کارا ما میکردیم معلمان. آره خب ولی دیگه پس ببین هیچی عوض نشده، اون دستشویی هنوز همون جوریه. خواستم به این نتیجه برسیم. خب اوکی بود. این کارو میدونم که خیلیاتون کردید، شماهایی که این کارو انجام دادید هم برام بنویسید. با بچهای مهندسی صندلی معلمو خراب کردیم، تا نشست افتاد، از خجالت بلند نمیشد، نزدیک به سرش بشکنه. و من که خیلی پشیمونم، مشخصه از خنده های بعد پشیمونیت. تو هنوز توبه نکردی. نمیدونم، میخوام بگم نکنید ولی بعضی از معلم‌ها حقشونه. خودتون دیگه ببین عاقلید و بالغ، شما تصمیم بگیرید. و عاقل. دقیقاً چند بار تو ذهنم حلاجی کردم که اشتباه نگم. عالق. بالغ و عالقید دیگه خودتون میدونید. خب بعدی ما یه بار تو کلاس مونده بودیم، داشتیم حرفای مستعد 18 میزدیم. بعد رو تخته هم کلی فوش و حرفای چرت و پرت نوشته بودیم. یه دفعه مدیر اومد و از نمره اسفن 5 نمره کم کرد. آقا اون نمره حروم بوده کم کرده. چرا؟ خدایی کار بدی نکردن که. تو مدیر بودی؟ اوکی بودی؟ تو کلاس مونده بودیم. بودم. نه الان تو خودت بذار جای مدیر. کاری نکردن، گرفته فقط رو تخته یه چیزایی نوشتن. طرف دختر بوده یا پسر؟ نمیدونم. تو فکر کن مثلا گرفتن یه کارایی میکردن، شما که یه چیزایی فقط نوشتی 5 نمره کم شده. شما اگه یه کارایی میکردید 5 نمره بهتون زیاد میشد. نه نمره کم کنید. برو بعدی. چهارشنبه سوری بود، معاونمون اومد سر کلاس، کپسولی انداختم زیر پاش، ببخشید یهو گوزید. تکبیر. شب قبلشون کوفته لوبیا بود، نخود رو نخور. ترسیده ربطی به نخود لوبیا نداره. من خودم اگه خودشو یادم نمیاد کی نخود لوبیا خوردم ها. یعنی بعد آبرو ما رو جلو بچه‌ها ببری بگی که تو گوزویی؟ نه این ادامه اون چیزه بود، خودش گفته بود. اگه آدم استرن. خب یکی از بچه‌ها نوشته یه بار شکلات مالیدیم رو صندلی مدیر. چه دل و جرأتی داشتن. خدایی ما نداشتیم، چون اون موقع ما رو با اعمال شاقه الان مادر پدرها نمیذارن. آره خدایی. بچه‌ها ببین مدرسه دخترانه که میدونم از قدیم هم کتک کاری خیلی کم بود، الان هم احتمال زیاد نیست. مدرسه پسرونه در حال حاضر کتک میزنن یا نمیزنن؟ برامون بنویسید تو کامنت ها. ولی من حس میکنم که نه نمیزنن. مادر پدرها میرن پدر معلم مدیر رو در میارن اگه بچه‌شون رو بزنن. بچه‌ها تو دوره ما این شکلی بود که حالا من که دختر بودم کتک نمیخورم، ولی میدونم که پسرها اینجوری بودن. مثلا مدیر کتک میزد بچه رو، بعد اگه واقعی شکلی تایید کنه، اگه نیستم بگو نه. چیزی که من شنیدم اینه که مثلا مدیر ناظم کتک میزدن، بعد زنگ میزدن به پدر مادر میگفتن بیشتر بزنیدش، بعد بچه میاد خونه پدر مادر هم کتکش میزدن. دقیقاً چیزی که اطراف میدیدیم این بود متاسفانه. خب گفتش که یه بار شکلات مالیدیم رو صندلی مدیر، شلوار شکلاتی شد. کلاسای دیگه فکر میکردن مدیر ریده. یواشکی عکس گرفتیم اما پاک شد. متاسفانه اکثرا همینطوره، از صحنه جرم مدرکی نمیمونه، ولی همین که خودت زنده ای اومدی باز میکردی خودش کلیه. یعنی تو الان یه مدال امن طلبکاری. قشنگ حس میکنم اینجا بو ان گرفته. معاون گوزیده، مدیر ریده، معاون گوزو. خب یکی از بچه‌ها نوشته زنگ آخر بود، حال و حوصله معلم علوم نداشتم، خودکار رو تا تک کردم تو بینیم خون بیاد از مدرسه برم. تو خوبه خودکار دم دستت بود مشتی، بی‌ترسم یهو واسه یه زنگ علوم پایه صندلی رو میکردی تو. این خودکار قول میدم تا اینجاش خون نمیاره. ببین حس میکنم این اینجوری کرده بعد زده زیر خودکار، یا مثلا اینجوری کرده زده پس کله خود. میگم خدا رو شکر کن این دم دستت بود، چون تو معلومه اگه نبود چی میشه. کلن واسه خودزنی دوست داری یه چیزی وارد کنی. این بده.
وقتی هم که باشه نوبت ایرپاد و وایسای سمی شما. موقعی که برای من توی مدرسه افتاد این بودش که کلاس شیشم بودم، بعد وسط امتحان بودیم، داشتیم امتحان میدادیم، یکی از دوستام سر کلاس کوزید، بعد من و دوستم فهمیدیم، حالا اون زیاد به خودش نیورد، بعد من تو چرا به روش آوردی؟ که من نگاش کردم و من خندم گرفت، نه اینکه با صدای بلند بخندم، ولی خب اصلا خودت به همه فهموندی فکر کنم. هیچ کی نفهمید، به دوستت بگو ما هم فهمیدیم. ببین اگر تا اون لحظه کسی نفهمیده بوده باشه، شما الان کمش به 12-13 هزار نفر گفتی عزیز دلم. مرسی، دمت هم گرم واقعا. امتحانات تموم شد یا هنوز سر اون امتحانی؟ گوزو امتحانای بعدی معاون گوزو مدیر ریقو دانش آموزم که گوزو. چیکار دارین میکنید؟ سر بزنگا میگوزه، اون یکی هم که هنوز تو توالت گیر کرده، 7 ساعت داریم توالت، یکی خودکار توش گیر کرده، بقیه هم که دیگه نمیگم. چیکار دارین میکنید؟ خب بچه‌ها اینم از پارت 1 خاطرات مدرسه شما. آره. پارت 2 مونده، اما خب در شاید هم پارت های بعدی. آره حتما. اما خب ببینیم دیگه شما چقدر این ویدیو رو دوست داشتید، با لایک و کامنت و حسابتون بهمون بفهمونید که این ویدیو رو دوست داشتید یا نه. این جام زهر رو هم حسین جون میذاره، این جام زهر داستان داره. آره خاطرات پارت 2 رو هم گوش میکنیم دیگه، از این وسط انتخاب میکنه و دیگه این جام رو مینوشه به افتخار شما. البته بچه‌ها اینم میخوام بگم توی این جام زهر ما میخوایم یه رأی‌گیری هم تو کامنت ها داشته باشیم که بیننده ها هم بگن که کدوم خاطره باحال‌تر بوده، خاطره باحال‌تر بود و این جام زهر رو حلال کرده به قول من. حالا شاید من توی این مدت واقعا یه زهری پیدا کردم ریختم توش و تو واقعا خوردی، بعدش هیجانی بچه‌ها داشتم فانتا بخوری چه حالی میده. مرسی. تو کامنت ها برامون از خاطرات مدرسه‌تون بنویسید، یه رأی‌گیری هم بکنید. آره کدوم خاطره دقیقاً بگید بود، کدومی که این خاطره ها باحال‌تر بود و اینا. بعد حتما شما هم خاطرات باحال مدرسه‌تون تو کامنت ها واسمون بنویسید. خیلی دوستتون داریم. دمتون هم گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. بوس به سر و کله همتون. داشتید لایک کنید، کامنت دیگه 100% بذارید. مراقب خودتون باشید تا پارت بعدی.